چطور خوش اومدیم به املت تیوی. آقا امروز اومدیم یه سری خوراکیای ترش و عجیب غریبو تست کنیم. البته بهتون بگم چون بودجه کمه، همینطور که میدونید و سابسکرایبر کمه، زیاد خوراکیای زیاد هم نیست. بریم ببینیم چیه. اینجا چند خرید میاد. 3 تا آیتم داریم. شماره یکش اینه، شبیه آدامسای بسکتبالی هم. این یکی پای اصلا ایده ندارم، نمیدونم چیه. این یه طعم دیگه از پای و فکر کنم همتون بدونین منتوس چیه دیگه و منتوس ترش. دونه دونه شروع میکنیم. از این پای میخوام شروع کنم، خیلی هیجان دارم. این کدوم ور باز میشه؟ دوستان بعد 2-3 دقیقه میرسم پیدا کنم از کجا باز میشه. اوکی، یه آب نبات پای طوریه رو گرفتم. طعم کوکاکولاه، مزه پاستیلی بابا میده، توش سره پودریه، نمیاد بالا بچه. یکم از این پودرها. آب نبات دقیقیه، نمیدونستم. اوه ترشه بچه، همجور جایزه نیستم. اینه که طعم چریشه، طبیعتا ما بدونیم چه طعمی چری آلبالوه. مزه از این شربت دیفینیز رو میمونه. اینو فکر کنم چاقو میخوایم. نتونستم. خیلی خوبه. منتوس باشو. 128 روش تا خرخره پره. طبیعتا باید سیب ترش باشه دیگه. من تو پاستیل نموقدم ترش نیم. نه ترش شد. این آب نبات جرقه‌ای هم داره، همراش میسوزه، جلسوایزش هنوز داره میاد. من فکر کنم منتوس رو مثلا آب میشه خوردین دیگه، مثلا منتوس آروم آب میشه مثلا تو دهن، ولی این مثل آدامس هنوز مونده بود. من 2 دقیقه جویدم، ویدیو اونجا کات خورد، چیز شد. وقتی جویدم دیدم آب نمیشه، همونجور مونده. و گزینه آخر ما آدامس پرتقالی از فوتبال. یه ویدیو خاص بخواد شما برگردیم. ما بازش کردم، شاید برای سوال شو بگید چرا از این استفاده میکنیم. این توی همه پاستیل اینجوری میکشی باز میشه، ولی این ظاهرا دوستان کیک توپ در بیارم. توپ اصلا توپ نیست ولی با نمکه. نمیدونم واقعا چیه، مزه لیمو میده داره و پرتقال. مزه لیمو و خیلی گنده است و ترش هم مزه پرتقال میده، مثل عادیه. خیلی هم شیرینه. یه ویدیو کات میخوره تا من آدامسو در بیارم و بریم برای خدافزی. بچه ها نتیجه گیری میکنیم که نمیصرفست. به قول اسفندیه نمیصرفست دادم. این دو پولی که من برای 2 تا دادم میتونستم برم 3 تا از این آب نبات انقدیه پولشو بخرم و اینم خیلی شیرینه دیگه. تو بگیم ترش رس میکنه برای زیادی شیرین بودنشه. اینم به نظر من بهترین چیز این قسمت این بود. چیز خیلی خوشگلی بود، هم خوشمزه بود، ترش هم تقریبا ترش بود و این هم سبب. یادتون نره که املت تیوی و این ویدیو رو لایک و شیرش کنید، همینطور هم چنل املت تیوی رو سابسکرایب کنید که بتونیم بریم برای پارت‌های بعدی، غذا، گیم و چیزای دیگه. آنباکسینگ ها رو براتون در نظر گرفتم. احتمالا 2-3 روز دیگه آپلود میشه. خیلی چیزتون دارم تا ویدیو بعدی. خدافظ.